گل خریدم برات. من سه روزه بیکار شدم. برای من گل میاری؟ برو بده به عمت. عمه من خونشون تهرونه، خیلی راستا تهرون میخوام برم، گله میخوشگه. بعدم این پلوم شده، پلومش رو وا میکنم، خودم برات پلومش رو وا میکنم. وا کنین در کارگاه، این دختر میخواد بره سر کار نون در بیاره، بیکار شده. درو وا کنین. وا کن درو نکن دیونه. وا کن دیونه. درو میزنن، منو که نمیزنن، من که در نیست. مشکلی داری؟ تو چقدر درازی؟ عزیزم پلمپه. اینجا چرا سر صدا میکنی؟ درو وا کنم دیگه. اینجا کاسبیه. چیکار کنم؟ پلمپ شده، باید بری اداره کار. اداره کار کدومه؟ اداره کار کدومشونه؟ نشونم بده. عزیزم اداره کار که آدم نیست، اداره کار. ها ولی کلا چندی شماره راضی همین خوبه. عزیزم نگران خودم میرم کارا حل میکنم، مشکل رو حل میکنم، میری سری کار. کار رو حل کردم خودت میای منو میسونی بیاری. ما نشستیم اینجا که مشکلی شما رو حل کنیم. خیالتون راحت. اداره کار کیه اینجا؟ اداره کار شمایی؟ اداره کار شمایی؟ فرمایش نمیگیم. شما هم که داری کیش میش رو خوشی میخوره، چی اثبات شده مسئول همه کیش میش خودی میخورن؟ آقا عزیزم ببین داری اعصاب منو خورد میکنه، پا میشم اینجا رو به خاک و خون میکشم ها. ای جونم. میگه ای جونم آقا جو، حرف منو گوش بده عزیز من. این عشق من کارگاهشون رو پلم کردن، 3 روز بیکار شده، گفتن آقای اداره کار که شمایی کارگاهشو باز میکنه، بیا بریم این کارگاه رو واکن. خودش کجاست؟ خودش تو بازار نشسته گولی داره هر چی میریزه. باشه بیا بریم در این کارگاه رو واکن. یا بابا چه؟ خوچی بخور. یو. نخوچی میخوام چیکار برو عمو؟ یا عزیزم نخوچی بخور. حالا نخودم اینجا نخوچیت میکنم، حسابت میرسم. فکر کردی کم الکیه؟ الان کاری باید میکنن که تو میخوای منو نخوچی کنی؟ خدا اینجا هم درازه هم پهنه، یعنی من حسابدارم آقا، حسابدارم. من میخوام حسابتون رسیدگی ببین کنم. عزیزم مقصر نه کارفرماست نه اداره کار. چیه؟ مقصر اون خانومیه که رفته شکایت کرده و زیر توافقی زده افتاد افتاد و اونایی که این قانونو گذاشتن افتاد. بذار من برم به به خدا. امید خدا. تو روح اون که این قانونه نوشت.